جلسه تمرینی استدلال قیاسی و استقرایی خوش اومدین. ما قراره در این جلسه بیایم تمرین های این کتاب رو حل کنیم. خب بیایم ما تو جلسه قبل چی کار کردیم؟ بیایم اینا رو مرور کنیم. ما اومدیم درباره استدلال قیاسی صحبت کردیم، درباره انواع اقسام استدلال قیاسی صحبت کردیم. خب درباره استدلال استقرایی صحبت کردیم، درباره انواعش صحبت کردیم. بعد اومدیم اینو بررسی کردیم که در چه حالتی ما میتونیم یک جمله رو شناسایی کنیم این استدلال قیاسیه یا قیاسی نیست. اگر استقرایی هست چطور میتونیم ارتباطات رو مثلا با هم کشف کنیم. خب باید اینجا چند تا کار انجام بدیم. موقعی روبرو شدن با هر استدلالی باید شناسایی کنیم که این آیا دیداکتیوه یا اینداکتیوه، قیاسی یا استقرایی. در قدم اول باید اینو باید مطالعه کنیم. خب در درجه دوم بیایم اگر یک نشانگر هست، یعنی یک کلمه نشان ما درباره کلمه نشانگر در ویدیوی قبلی کلی صحبت کردیم. اگر هست چطوره؟ بعد بیایم مثلا بگیم که آقا چه نوع ارتباط منطقی استنتاجی بین مقدمه و نتیجه‌گیری وجود داره. در آخر بیایم این ویژگی رو بگیم که آقا این اگر قیاسی در چطور قیاسی، مثلا آیا مثلا مبتنی بر تعریف، مبتنی بر ریاضیات، قیاس حملیه، قیاس اقترانی حملیه، چجور، یا چه تایپ از استدلال قیاسی هست که ما دربارش بخوایم حرف بزنیم. خب باید بیام اینا رو بررسی کنیم. اوکی، پس فهمیدید در درجه اول میشه قیاسیه یا اینداکتیو یا دیداکتیوه. در درجه بعدی ما باید اینا رو در بیاریم که آقا این اگر کلمه نشانگر داره، کلمه نشانگر داره چیه. بعدش باید بیام به اون ارتباط طبیعی بین مقدم و نتیجه برسیم. در درجه بعدی بیایم شناسایی کنیم که این چه نوع تایپ از اون استدلال ورزیه، چه نوع مثلا تایپ از استدلال قیاسیه. خب پس با این چیزایی که گفتیم بریم سراغ کتاب. خب ببینید این همون مثال اول ماست که نخواستیم اونجا بنویسیم و اومدیم در اینجا بنویسیم، حالا به دلایل مختلف که من یک خطری احساس کردم. گفتم حالا ما میایم مثلا داخل کتاب میایم تمرین رو حل میکنیم، نکنه مثلا اینا بیان یه کاری دستمون بدن. اگر مثلا تمرین رو اینجا حل کنیم فکر نکنم ایرادی بتونن بگیرن. خب ببینید ما اول میایم اینو معنی میکنیم. میگه چون مثلث الف، خب مثلا بیایم بگیم یک مثلث الف خب با مثلث ب هم نهشته. درباره اینکه هم نهشتی چیه مثلا باید حرف بزنیم. در مقدمه دوم چی گفته؟ یعنی در اینجا و مثلث الف متساوی الساقینه. خب متساوی الساقینه. اوکی، حالا اینکه مثلا این دارایی چون مثلا مثلثی، اینا رو ول کنید، فقط شما اینا رو ببینید. نتیجه می شود که مثلث ب هم مساوی الساقینه. بیایم درباره این صحبت کنیم. ما گفتیم که اگر در یک استدلالی که بیاد هندسه بیاد یک پروف منطقی انجام بده، پروف ریاضی انجام متمتیک انجام بده، میگیم چیه؟ بهش میگیم استدلال قیاسیه. استدلال قیاسی. خب استدلال قیاسی، ببخشید، قیاسی. خب چه نوع تایپ هست استدلال قیاسی؟ استدلالی که بیسش بر مبنای متمتیک باشه. خب
پس تا اینجا چیا رو فهمیدیم؟ این استدلال قیاسیه. چه نوع تایپ از استدلال قیاسی؟ مبتنی بر ریاضیاته. حالا ممکنه بعضیا بگن خب نه دیگه اینجا قیاس مثلا شرطیه، استثنایی شرطیه مثلا. خب مثلا دارم میگم این هم مثلا ممکنه. یا مثلا یکی بیاد بگه آقا این مبتنی بر تعریفه. خب ولی اون چیزی که من میخوام بگم میگم مبتنی بر ریاضیاته، میگم مثلا قیاس استثنایی مثلا شرطیه. اوکی، پس تا اینجا داشته باشید فهمیدم آقا استدلال قیاسیه. خب اومدیم فهمیدیم آقا دو تا مقدمه و یک نتیجه داره. خب پس اومده چیکار کرده؟ یک ضرورتی انجام داده. خب یک ضرورت هم گفت آقا مثلث باید این مساوی ساقین باشه. خب پس امکان نداره که مقدمات درست باشه اما نتیجه غلط باشه، پس قیاسیه. تا اینجا هم فهمیدیم. پس ما فهمیدیم استدلال قیاسی، ولی یک چیزی مونده و ما یک چیز دیگه هم که گفته بود بیام اونو هم بفهمیم که آیا این اومده مثلا از نشانگر استفاده کرده یا نه. خب آره استفاده کرده، در نتیجه استفاده کرده. نتیجه می شود که مثلث ب متصل ساقینه. تموم شد رفت. این از نشانگرش. یعنی اگر ما بیشتر از این پیش بریم دیگه واقعا دیگه خیلی لطف کردیم. تا اینجا فکر کنم دیگه کافیه. این قوی ترین دلیله. بیام حالا بیشتر بررسی کنیم. بر اساس تعریف هندسی، خب اگر دو تا مثلث هم نهشت باشند، خب تمام خصوصیات هندسی اونها، طول اضلاع و اندازه زاویه دقیقا یکسانه. مساوی و ساقین بوده هم یه خاصیت هندسیه که به طول اضلاع بستگی داره. داشتن حداقل دو ضلع برابر. اوکی. پس در نتیجه بنابراین اگر مثلث الف مساوی باشه با مثلث به هم نهشته، لزوما و ضرورتا مثلث ب نیز متساوی ساقین خواهد بود. امکان نداره که این مقدمات درست باشه هم نتیجه غلط باشه. این شد تمرین اول. خب ما تمرین اول ببین چطور حل کردیم. ما مثلث هم گذاشتیم جلو چشتون و آمدیم به فارسی، به زبان فارسی شیرین پارسی حل کردیم. حالا مثلا بعضی بگم مثلا خلیج، مثلا اون خلیج عرب، خلیج پارس عزیزم. آره بذار از اینجا ما حرفمون بیان کنیم که خلیج پارسه. وقتی شما نبودید اونجا خلیج پارس بوده و خواهد بود. آره. خلاصه به عنوان یک ایرانی رو میگم در جریان ویدیو. حالا یک چیز دیگه، اگر شخصی گفت که آقا اگه این قیاس استثنایی شرطی بود اون موقع مثلا چطور میمدی تعریفش کنی؟ ببین اگر اون موقع من میگفتم اگر پی آنگاه کیو بود، در مقدمه دو فقط پی میاد. خب به شکل سوری، پس کیو. خب حالا بیشتر توضیح میدم. من قرار اینقدر درباره این مفاهیم که حرف بزنم خودتون خسته بشید. اگر مثلا مبتنی بر اون قیاس استثنایی شرطی باشه یه همچین صورتی ما میایم برقرار میکنیم. خب ولی ما به به گل روی شما میگیم که مبتنی بر ریاضیاته. خب ما اینا رو پاک کنیم بعد بریم سراغ تمرین بعدی. بیایم یه همچین پاک کردنی انجام بدیم، بریم که سراغ تمرین های بعد. دوستان مشاهده میکنید ما میریم سراغ تمرین دوم. خب بیایم درباره تمرین دوم صحبت کنیم. تمرین دو چیه؟ گفته که اصلا روی پلاکی در برج پیزا نوشتن که گالیله اونجا آزمایشایی با اجسام در حال سقوط انجام داده. اوکی. بعد اومده یک سری نتیجه، پس حتما باید اینطور باشه که گالیله واقعا این آزمایش ها رو در همونجا انجام داده. ببینید ما اینجا یک چیزی داریم احتمال داره که ما رو گول بزنه، پس حتما باید اینطور باشه که مثلا گالیله اونجا انجام داده. ولی به مقدمش دقت نمی‌کنیم. ما احتمال داره بیایم گول بخوریم
خب بیا اینجاش نگاه کن. من این جمله رو به صورت روون نوشتم که متوجه بشید. خب بیا مثلا به اینجا نگاه کنید مثلا، ولی شما هیچ دقت نمیکنید. ببین من مثلا یک پلاکی زدم، از کجا معلومه این پلاک اشتباه؟ ببین فرضه رو ببینید، فرضه حالت ضرورت نداره. یعنی خود نویسنده اون موقع نوشتن مثلا مسئله اینطوری بوده که پس حتما هم یه چیزی اضافه کنم اینجا مثلا حالت قیاسی معنی کنه، و این شکلی نیست. اصلا این شکلی نیست. شما باید اینجا یه کاری انجام به شکل استنتاجی. رابطه پلاک رو، خب ما اینجا دیگه امروز هر چی سبزی دیگه واسهتون آوردیم. این رابطه پلاک رو با امر واقعیت بیایید دخیل کن. آیا مثلا اینجا هر پلاکی مثلا زد مثلا واسه گالیله بود اون زمان، داریم یک استدلال مثلا دستی می‌کنیم. از کجا ندونیم این مثلا قضیه پلاک مثلا توی این نوشته شده حتما گالیله اونجا آزمایشاشو انجام داده؟ از کجا معلومه مثلا یک داستان سرسریه؟ خب از کجا ندونیم که مثلا این ممکنه که اصلا اشتباه باشه، اصلا قصه مثلا اشتباه مثلا به دست اینا رسیده. باید روی این حرف بزنیم دیگه. خب این اومده چیکار کرده؟ یه اتفاق افتاده، خواسته مثلا یک استدلال اینجا مثلا کرده باشه. استدلالش که ضرورتا درست نیست، ضرورتا درست نیست. خب اگه ضرورتا درست نیست ما بیایم چیکار کنیم؟ بهش احتمال بدیم دیگه. احتمالی که مثلا من میدم یه مقیاس مثلا در نظر میگیرم، مثلا دارم میدونم شما مثلا اینو در نظر بگیرید. خب میگم آقا هر چی مثلا به سر این نزدیکتر بود مثلا استدلالش قوی تر است، هر چی به مثلا استدلالش ضعیف تره. خب اگر بیام این شکلی کنم، اون موقع من به چه نتیجه میرسم؟ میگم خب آقا این یک استدلال اه، شما بگید استقراییه. صبر کنید. استق آقا خب دلایل دیگه هم بگو دیگه. دلیل دیگه نداشتی مثلا اومدی اینو گفتی؟ نه دلیل دیگه داشتم، دلیل دیگه هم داشتم. ولی خب ما باید اینها رو در نظر بگیریم که آقا مثلا من دارم یه چیزی میخونم، باید اینو با پدی امر واقعیت هم در نظرش بگیرم. آقا ما از کجا معلوم این داستان که مثلا داستان حتما به همون داستان گالیله مربوطه؟ از کجا؟ ببین دنبال دلیله باشید. این ارتباط منطقی بین اون نتیجه و بین اون چیزایی که مثلا در یک چیزی ما بین اون ارتباط قرار بدید دیگه. وگرنه همونطور الکی میخواین مثلا بریم استدلال کنید، همونطور الکی سر الکی استدلال نمیشه. مثلا نمیشه در یک استدلال حرف زد. پس این یک استقراست. خب درباره نشانگر که صحبت کردم، اینجا میخواد بین اون پدیده مثلا یک احتمالی برقرار کنه. خب اون کسی که اون استدلال نمیشه مثلا میخواد تا بین دو تا پدیده یک پیوند قرار بده، به یک پیوند استنتاجی قرار بده. خب بس برای این مبنا من میگم آقا این استقرایی و این جمله رو میذاریم کنار، میریم سراغ تمرین سوم. من اینو پاک کنم. من راضی و شما راضی، بریم سراغ تمرین بعدی. خب بریم سراغ تمرین سوم، تمرین خوشگل سوم که درباره بارندگی و آب و هواست. خیلی از این مثال های در دستی میخوایم بزنیم. این مثال سومه از کتاب. بریم که اینو داشته باشیم ببینیم مثلا چیه. و خب این یک مقدمه داره و یک کانکلوژن داره یا همون نتیجه. گفته تو مقدمه چی گفته؟ گفته آقا تو 30 سال گذشته میزان بارندگی توی سیاتل هر سال بیش از 15 اینچ بوده. خب
بعد این نتیجه گرفته. بنابراین احتمالا سال آینده نیز بارندگی بیش از 15 اینچه. خب چی به نظر شما میرسه؟ ما اینو چی در نظر بگیم شما خوشتون میاد؟ اینو بگید. اومده یک پیش بینی انجام داده دیگه، درسته؟ اومده یک پیش بینی انجام داده، آقا اومده یک تعمیم میخواد انجام بده. خب گفت آقا این دیتای منه، دیتا رو آورد بهم میده، میگه این دیتای منه. خب میگه آقا این تو 30 سال این بوده، آمار بارش این بوده، پس بر این مبنا من میخوام یک گزارش بدم. چی میگم؟ میگم این استدلال چیه؟ این یک استدلال اه، استقراییه. این یک استدلال استقراییه. خب اینو در نظر بگیرید. این یک استدلال استقراییه که مبناش پریدکشن و اون تعمیم استقراییه. حالا چرا مثلا قیاسی نیست؟ آقا یک چیزی، آقا یک سالی بارش کمتر میشه، امکان داره دیگه. همیشه قرار نیست که مثلا بارش ما خیلی مثلا بیشتر از مثلا بالاتر از اون چیزی که هست که اینا میگن باشه. پس آها، پس یعنی شما میگین که موقعی که ما میگیم آقا استقراییه، اگر مثلا یک بار این یک ضرورت نیست که خب اینجا جهان طبیعته، تو جهان واقعیت هم یک امکان صورت میگیره. میگه ما همیشه قرار نیست که این شکلی باشه. خب مثلا میگه ما یک بار، آره یک بار مثلا این حرف ما مثلا اینجا رو در نظر میگیره. مثلا شما فکر کنید یک لحظه این پیش بینی ما با جهان واقعیت مثلا این هم مثلا سنس داره. خب ولی آیا همیشه میتونه این یک نچید محتمل باشه؟ نه. مثلا بر اساس مثلا اون منابع آب و هوا شناسی، خب شما یک پیش بینی انجام میدین که میگی که احتمالاً قرار این بشه. یک چیزی ما مگه نگفتیم درباره نشانگرها بیا صحبت کنیم؟ باش، ما بیایم درباره نشانگر صحبت کنیم. آیا این نیومد مثلا درباره احتمالاً صحبت کرده؟ احتمالاً. یا مثلا درباره ادات نتیجه گیری صحبت نکرده؟ کرده. تموم شد. من فهمیدم که استقراییه، اومدم جمله رو گفتم، بیانش کردم، گفتم از چه نوعیه، چیکار میکنم و بریم سراغ تمرین بعدی. خب به تمرین 4 خوش اومد. ما میایم دونه این تمرین رو بررسی میکنیم. فرد پس فرد نگن که موقعی بررسی تمرین نیومد همش بررسی کنی، همش نیومد توی. نه، میایم همش بررسی میکنیم، یادتون باشه. این جمله ما دو تا مقدمه داره، یه نتیجه داره. اوکی، دو تا مقدمه یه نتیجه. احتمال داره که الان ذهنیتون داره میره سمت کدوم استدلال، کدوم از طیف از استدلال. باشه فعلا بیاین جلو، بیام بررسیش کنیم بعد بریم جلو. تو مقدمه یک چی گفته؟ تو مقدمه یک گفت هیچ پیام ایمیلی یک خلقت فصیح نیست. بعد تو مقدمه دو چی گفته؟ گفته برخی از اینا نامه عاشقونه است دیگه، مثلا با ماره و این از نوع از این کریشن هستن. مثلا گفته برخی از این پیام نامه های عاشقانه پیام ایمیلی نیستند. خب بعد اینجا یه کاری کرد. ببینین ما میتونیم چیکار کنیم. من میتونم دوباره یک دایره بکشم اینجا. الان بهتر دایره بکشم. خب ما انواع پیام داریم دیگه، با انواع مثلا چیز، درسته؟ حالا رنگش رو چی بذاریم؟ مثلا این زرد میذارم من به گل روی شما. خب این از این. آقا درست شد دیگه، چرا این داری اذیت میکنی؟ بعد اینجا باشه، بعد یکی دیگه بیا. دوباره یک دایره دیگه. ما بعدا قراره درباره این صحبت کنیم که آقا این چیه. این دو تا نمودار ونین که اومدی کشیم مثلا دو تا دایره چی بود آقا؟
بعدا میخوایم دربارهش حرف بزنیم. فقط شما این ذهنیت رو داشته باشید که ما قراره نشون بهمونشون که ما رسیدیم به فصل 4، بیایم اینا رو بشکافیم. خب بیایم ما یک فرضی انجام بدیم. بیا فرض کنیم که هر دو تا مقدمه درستن. خب مقدمه یک چی میگه؟ میگه که دسته پیام ایمیلی و دسته خلقت های فصیح هیچ عضو مشترکی ندارن، یعنی کاملا از هم جدا هستن. یعنی شما فرض کن که مثلا این شکلی مثلا دو تا دایره مثلا جدا داری، هیچ اشتراکی مثلا با هم نداره. مقدمه دو چی میگه؟ مقدمه دو میگه که حداقل یک پیام عاشقانه وجود داره که در دسته این خلقت های وسیعه. پس میاد بین دسته نامه عاشقانه و خلقت از یک اشتراکی قرار میده. یک اشتراک اینجا رو ببینید. خب بریم جلوتر. بعد چی میگه؟ یعنی اشتراک وجود. حالا این سوالیه: آیا با این فرض درستی این دوتا مقدمه و نتیجه برخی نامه های عاشقانه پیام ایمیل نیستن درسته ضرورتن؟ آره. اگه برخی از اون نامه عاشقانه فصیح بودن طبق مقدمی دوه، هیچ جمله فصیحی یا هم چیزی که گفته ایمیل نیست طبق قاعده یکمون. پس اون نامه عاشقانه که فصیحن قطعا نمیتونن ایمیل باشن. بنابراین اگر مقدمات درست باشه نتیجه نمیتونه داد. این نشانه داره چیه؟ یه حالت یک پیوند استنتاجی قوی و ضروری. خب پس ما وقتی درباره میخونیم میفهمیم که این ساختار قیاسیه. یکم میریم جلوتر میفهمیم که این اومده از چی استفاده کرده. شما بگید. از سام استفاده کرده، مثلا از بعضی استفاده کرده، درست، از برخی. خب این جزء چیه؟ جزء قیاسای حملیه. این نوع ساختار استدلال که میبینید جزء اونه. خب باز هم بریم استدلال رو ادامه بدیم ببینیم تا کجا میرسیم. مثلا فهمیدیم که آقا این یک نوع قیاس یک جمله استدلال قیاسیه که بر مبنای قیاس حملی. خب اجازه بدیم اینو با چی نشون بدیم؟ با اینطوری نشون بدیم. ما اجازه بدیم این پیام های ایمیلی رو با این نشون میدیم. خب با این نشون میدیم. این خلقت های وسیع با سی نشون میدیم و نامه عاشقانه با ال نشون میدیم. اوکی. پس الان شد ای و سی و ال. حالا بیایم اینو در قالب این جمله ترکیب کنیم. اینجا گفته هیچ ای سی نیست. هیچ ای سی نیست. بعد گفته برخی از این الها ای نیستند. ببخشید برخی از این الها سی نیستند. حالا نتیجه که میگیم چیه؟ نتیجه منطقی آقا برخی از این الها که نام عاشقان پیام ایمیلی هم نیستن دیگه. خب این یک حالت درستیه دیگه. خب پس موقعی که ما قراره در آینده درباره مثلا اینا صحبت کنیم بیشتر با این اینطور نماد سر کار داریم ها. یعنی دیگه نمیایم بگیم ما پیام ایمیلی مثلا دیگه قشنگ اینطوری میایم مثلا با نماد گذاری مثلا ساده تر نشونش میدیم. باز هم میرم جلو، میخوام اینا رو قشنگ بررسی کنم که قشنگ یادتون بمونه. اوکی. خب حالا حذفش کنم بعد بریم حالا ببینم اگه مطلب بازم میگم نبود دیگه میرم سراغ تمرین بعدی. اگر موافق باشین جلسات تا اینجا ختم کنیم، چون من اومدم یک چند تا مثال رو حل کردم و باقی مثال ها رو نگه داریم. خب نگه داریم که اینا رو حل کنیم، یعنی تا موقعی که اینا حل نشن ما سراغ
درس جدیدی نمیریم. میخوام کامل حل بشن واسهتون و از این بابت مشکلی نداشته باشیم. خب یه کاری میکنیم، حدودا 30 تاست که مثلا تو جلسه بعد دیگه خیلی کمتر بهشون میپردازیم. نهایت اینکه جلسه بعد یه 5 تا دیگه میپردازیم که کاملا مشکلتون یه قیاسی و استنتاجی حل بشه، بعد بریم سراغ بعدی ها. حدودا 30 تا مثاله. مثلا تمرین 2 چیکار کردیم؟ مثلا این تمرین 2 رو دیگه انجام بدین دیگه. مثلا گفت دیداکتیو آرگومنت چیه، مثلا اینداکتیو چیه، نمیدونم آرگومنت مثلا بر مثلا ریاضیات باشه، مثلا آرگومنت مثلا بر تعریف چی باشه، قیاس حملی چطور، مثلا قیاس اینا مثلا چطوره، این چه مثلا پردیکشن چطور، مثلا اگر آرگومنت مثلا بر مثلا آنالوژی باشه چطور، اون تعمیم یافتگی چطوره، یا خب آره بر اساس نشانه چطوره، کازال اینفرنس و اینا. خب ببینید اینها رو ما داخل جلسه قبل کاملا صحبت کردیم، یعنی این جواب سوال مثلا با اون حل میشه. بعد به اینها هم جواب بدین این آرگومنت ها صحیح هستن یا صحیح نیستن. اوکی، باز هم بریم جلوتر و اینجا هم این مثال خیلی شیک و خوبیه، این هم مثلا خواستید حل کنید و تمامه. به یک چیز دقت کنید، یک چیز دقت کنید، ما الان تو صفحه 70 کتابه، یک لحظه دقت کنید، یعنی ما تا الان یک دهم کتاب اومدیم پیش بردیم، حداقل بگیم کمتر از یک دهم. پس تا الان خوب پیش اومدیم و اگر یکم سرعت بیشتر کنم و من سعی کنم هر روز یه نیم ساعت ویدیو بسازم خیلی بهتر هم میشه. خیلی خوشحالم که تا اینجا همراه بودید. اگر مشکلی توی ارائه بود یا اینها بود حتما بگید. مرسی ازتون. بدرود، امیدوارم که همیشه سلامت و سالم باشید و در کارها موفق و همیشه با تلاش. فعلا.